بریم کلیپ بعدی رو ببینیم. Roz? We ruined everything. Well, you did. You are not a goose expert, are you? I know how they taste. That's about it. Ooh. بخشی از مکالمه‌ای که داشتیم به این شکل بود. You're not a goose expert, are you? I know how they taste. That's about it. تو قازشناس نیستی، درسته؟ میدونم چه مزه‌ای در همین حد. اصطلاح مهمی که داریم That's about it هست. از این اصطلاح زمانی استفاده میکنیم که بخوایم بگیم چیز دیگه ای نمیدونیم یا اطلاعات دیگه ای نداریم. این مثالا رو ببینید. Get this one. My wife says when she was about 5 years old, one day her uncle asked her to name some countries. Guess what the answer was? Iran, the US and abroad. That's about it. این یکی رو گوش کنید، خیلی باحاله. خانمم میگه وقتی تقریبا 5 سالش بوده یه روز داییش ازش میخواد که چند تا کشور نام ببره. حدس بزنی جوابش چی بوده؟ ایران، امریکا و خارج. در همین حد بلدم. یا این مکالمه بین دو تا دختر که دارن درباره قرار عاشقانه یکشون صحبت میکنن. Don't leave anything out. All right. Well, we went to a movie, got a bite after and talked about it. It was good. Yeah, that's all about it. هیچ چیشو جا نمیندازی یا خیلی خوب. راستش سینما رفتیم، یه چیز کوچیکی بعدش خوردیم و درباره فیلم صحبت کردیم. خوب بود. همین دیگه. بریم کلیپ بعدی رو نگاه بکنیم. Ah, there you are. Right on time. Hello, Bright Bill. Wait, you know my name? Roz and I go way back. جمله‌ای که داشتیم به این شکل بود. Roz and I go way back. من و راز خیلی وقته که همدیگر رو میشناسیم. اصطلاح مهمی که داریم go way back هست. از این اصطلاح زمانی استفاده میکنیم که بخوایم بگیم خیلی وقته با کسی دوستیم یا اونو میشناسیم. این مثالا رو ببینید. I'm not a friend person. I only have 3 friends but we go way back. We've been friends for almost 20 years. من آدم رفیق بازی نیستم. فقط 3 تا دوست دارم ولی خیلی وقته که همدیگه رو میشناسیم. الان تقریبا 20 ساله که با همدیگه دوستیم. مثال دوم رو ببینید. I don't get how some people change their phones every year. My phone and I have been through a lot together. We go way back. نمیدونم بعضیا چجوری هر سال گوشیشون رو عوض میکنن. من و گوشیم تو الان سختی‌های زیادی رو با هم دیگه پشت سر گذاشتیم. خیلی وقت با همیم. بریم کلیپ بعدی رو نگاه بکنیم. Roz, I could use a boost. Hey, little guy. Fly like you, not like them. I will. Bye, Fink. Thank you. Ready? I guess I have to be. یکی از جمله هایی که داشتیم به این شکل بود. I could use a boost. یکم به کمکت نیاز دارم. اصطلاح مهمی که داریم could use a boost هست. از این اصطلاح زمانی استفاده میکنیم که از نظر جسمی، روحی، فکری تحلیل رفتیم یا اراده کافی برای انجام کاری رو نداریم و از کسی میخوایم که به ما کمک بکنه یا ما میخوایم بهش بگیم که اون نیاز به کمک داره. این مثالا رو ببینید. I'm sick and tired of looking at all these books. That's because you've locked yourself in for a whole year studying for university admission exam. You could use a boost. Seriously, take a trip this week. Even a short one would help. دیگه حالم از نگاه کردن به این کتابو به هم میخوره. دلیلش اینه که تو 1 سال تمام خودتو تو خونه حبس کردی و واسه کنکور درس خوندی. باید یکم خودتو تقویت کنی. جدی میگم. همین هفته یه سفری برو. حتی یه سفر کوچیک حالتو عوض میکنه. یا این مکالمه بین یک پدر و دختر رو ببینید. I'm really exhausted today. You could use a boost.
While you're taking a shower, I'll make you some tea. امروز خیلی خسته شدم. یه چیزی میخوای که یکم حالتو جا بیاره. تو بری دوش بگیری من برات یکم چای دم میکنم. بریم کلیپ بعدی رو ببینیم. What are you doing here, jerk? Bummer. This one's dead. That is not funny. همونطور که توی کلیپ دیدید راز و فینک دارن دنبال حیوانایی میگردن که اسیر یخبندون و کولاک شدن تا جونشون رو نجات بدن. و وقتی فینک راسو رو پیدا میکنه اون که از فینک برش میاد میگه What are you doing here, jerk? تو اینجا چیکار میکنی عوضی؟ و اونم که لجش گرفته به دروغ میگه Bummer, this one's dead. حیف شد این یکی مرده. اصطلاح مهمی که داریم بامر هست که میتونیم اون رو به شکل حیف شد، چه بد یا چه ضد حالی ترجمه بکنیم. این مثالا رو ببینید. You're a student and you live in Damavand. You're watching the news when you find out due to air pollution all schools in Tehran but Damavand are closed tomorrow. Total bummer, right? دانش آموزی و دماوند زندگی میکنی. داری اخبار نگاه میکنی که متوجه میشی فردا تمام مدارس تهران بجز دماوند به خاطر آلودگی هوا تعطیله. خیلی ضد حاله نه؟ یا این مثال رو ببین. The alarm goes off at the most exciting part of your dream. What a bummer. زنگ ساعت تو هیجان انگیزترین بخش خوابت به صدا در میاد. چه ضد حالی. بریم کلیپ بعدی رو ببینیم. You don't look so good. Is everyone accounted for? Maybe one more. همونطور که توی کلیپ دیدید راز بعد از اینکه چند تا حیوان دیگر رو از کولاک و یخبندون نجات داده از فینک میپرسه Is everyone accounted for؟ یعنی همه هستن یا کسی جا نمونده؟ اصطلاح مهمی که داریم be accounted for هست. از این اصطلاح زمانی استفاده میکنیم که بخوایم مطمئن بشیم همه هستن یا کسی جا نمونده باشه. این مثالا رو ببینید. We were on a group tour in Kish Island. Before we left one site, the tour guide always made sure everyone was accounted for. But once we were held up for 20 minutes because a little girl was missing. ما توی یک گردش گروهی تو جزیره کیش بودیم و راهنمای گردشگریمون همیشه پیش از اینکه حرکت بکنیم مطمئن میشد که همه هستن. ولی یه سری به خاطر اینکه یه دختر بچه‌ای گم شده بود 20 دقیقه معطل شدیم. یا این مثال رو ببینید. I don't like it when some professors call roll to make sure everyone is accounted for. It's a waste of time. If they like your class, they'll attend it. بعدم میاد وقتی یه سری از استادای دانشگاه حضور و غیاب میکنن تا مطمئن بشن همه بچه‌ها سر کلاس حضور دارن. این وقت تلف کردنه. خب اگه کلاستو دوست داشته باشن سر کلاست حاضر میشن دیگه. بریم ویدیوی بعدی رو ببینیم. What are you doing? Take it outside. Hey, those are Bright Bill's baby pictures. Put that down. What the? No, 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 no. Knock it off. You think those grow on trees? Hey, no. Think only. همونطور که توی ویدیو دیدید حیوانای جنگل تو پناهگاهی که فینک با کمک راز و برایت بیل درست کردن با همدیگه درگیر شدن و فینک در تلاشه که نذاره اونا چیزی رو از بین ببرن و چون برای این پناهگاه و وسایلی که توش هست خیلی زحمت کشیدن و دلش میسوزه تو یکی از جمله ها میگه Knock it off. You think those grow on trees? تمامش بکنید. فکر کردید که اینا همینجوری از زمین در میان؟ دقت بکنید که اصطلاح اصلی money doesn't grow on trees هست. یعنی پول علف خرس نیست که اینجا به این شکل استفاده شده. این مثالا رو ببینید. Most parents complain that their kids take everything for granted and they think money grows on trees. Do you agree? بیشتر پدر و مادرها از این گلایه میکنن که بچه‌هاشون قدر هیچی رو نمیدونن و فکر میکنن که پول علف خرسه. شما موافقید؟ When I was a kid, even a water gun made me happy on my birthday. So why would you expect your dad to get you an iPhone 16? Do you really think money grows on trees?
بچه که بودم حتی یه تفنگ آبپاش روز تولدم خوشحالم میکرد. آخه تو چطور از پدرت انتظار داری که برات آیفون 16 بخره؟ تو واقعا فکر کردی پول از زمین در میاد؟ و بالاخره ویدیو آخر رو زیرنویس نکردم چون اصطلاحش چیزیه که قبلا کار کردیم. بریم نگاه بکنیم، مطمئنم که خودتون متوجهش میشید. On a scale of 1 to 10, how would you rate my performance? من تو این ویدیو سعی کردم که بهتون نشون بدم چطور باید فیلم و سریال انگلیسی رو نگاه بکنید. پس بچه ها همونطور که میبینید ما تو فیلم و سریال و محتوای انگلیسی باید دنبال یک سری ترکیب‌های کاربردی باشیم، نه صرفاً کلمه ها. این اون شکلیه که من خودم زبان خوندم و همچنان هم دارم براش وقت میذارم. مطمئن باشید که اگه شما هم این مسیر رو برید اتفاقای خوبی براتون میفته. نکته دیگه این که من تو مثالایی که استفاده میکنم یک سری اصطلاح‌ها و ترکیب‌های به درد بخوره دیگر رو هم میگنجونم که اونها هم مهمن. پس برای اونها هم وقت بذارید و سعی کنید که اونها رو هم یاد بگیرید. در آخر میخوام خواهش بکنم که اگه شما هم این مسیر رو رفتید و به نتیجه رسیدید توی صفحه یوتیوبمون برای من پیام بذارید و نظرتون رو بگید. خوشحال میشم. با ما همراه باشید.